السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله يا أستاذي، بارك الله فيكم. أنا أحبكم في الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم الله الذي أحببتمون لأجله. سوال يحكم میشود جنسیه دولت‌های غرب را گرفتن، یعنی در حالت ضرورت. عموما من دولت مفروض، یعنی آدم اهل اسلام، اهل ایمان باید که همراه اهل اسلام و اهل ایمان ماند. برای اینکه نه فقط رفته جنسیه های وای های را گرفتن، دولت های وای ها رفته استقامت کردن، بلکه آدمی که علمی خیلی دولت های به که کفر و الحاد و شرک حکمران است، از وای دولت ها باید که چیکار کند؟ به سوی دولت مسلمان ها هجرت کند، انتقال کند، کوچیده بیاید. برای که الله سبحانه و تعالی میگوید که همونایی که هم در وقت روحاش نگرفتن فرشته ها ها به چی میگون؟ فیما کنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها. یعنی همین هایی که نام از بین دولت های بین کافر مشرکا وجود داشته، نزد مسلمان ها به هجرت نکردن، نه اومدن، نام وای های فرشته ها چی؟ یعنی در حالت مردنشون یعنی ملامت کردن که برای چی شما ها نام این خیلی جاها به استقامت دارید، برای چی؟ وای ها میگه مستضعف بودیم، یعنی دیگه حالت نداشته بودیم، گویا همینند فرشته ها میگون که نام ارض الله سبحانه و تعالی وسیع که آخر زمین الله تعالی وسیع، یعنی شرط میرفته در زمین نزد این کفر رو به زندگی کردن. دیگه جاهای زمین الله تعالی کلان، زمین الله سبحانه و تعالی چه کلان. رسول صلی الله علیه و آله و سلم میگوید که انا بریء من كل مسلم يجلس بين ظهراني المشركين فسئل عنه قال لكي لا تراء نارهما. حديث حسن حسنه جمع من اهل العلم منهم الشيخ ربيع حفظه الله. یعنی این حدیث به رسول صلی الله علیه و سلم که حدیث حسن به میگوید که رسول صلی الله علیه و سلم میگه که من از هر یک مسلمانی که بین مشرک ها به استقامت دارد اوای بیزارم یعنی چهل تو خودت بین روا میبینه، حالا که رسول صلی الله علیه و سلم از تو بیزاری جوستش داد، نخواد که تو به این چیز پسندیده بیاید، نخواد که این کار تو به پسندیده بیاید که یعنی یک کار میکنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از تو چی بیزار شود. یعنی این چی میشد؟ یعنی این نمیشد این چیز. همین به اهل علم امام وانشرین دیگر اهل علم اجماع اهل علم نقل کردن که یعنی نام میگن که یعنی 100 دولت مسلمانی که کمبغلی و ظلم و ستم است و بهتر از دولت کفری که در آنجا عدل و بایگری باشد. یعنی برای که تو ممکن رفته یعنی دنیا تا میابه دولت کفر به لیکن از دینت محروم میشه، رو با ماهی وجه برفته، یعنی از دینت چی میشه؟ محروم میشه. یعنی میدونه تو دولت کفر مثلا قانوناش قاعده هاش اعوذ بالله یعنی خار شده آدم، یعنی نام دینش یا بداده. همین خیلی یعنی واقعه ها همینایی که رفتن از تجربات و گره میگن آدم سبحان الله موهای بدنش راست میشد از این چیزا شنیده. هم آدم چی میشه؟ یعنی کودکی که سیم چهارم صنف میخونن
یعنی باید که مکتباشون هم درس‌های چی جنسی، یعنی این چیزایی که بین مرد و زن میشته چیزهای تعلیم میکنه. یعنی کودک سیم چهارم یعنی 10 ساله 11 ساله کودک بیان. یعنی آدم از گرسنگی مرد بهتر نه خیلی جا برفتند. از گرسنگی مردنش بهتر نه. یعنی چقدر هزارها واقعه ها شده. یعنی ما به کفایه یک آیت یک حدیث کفایه، لیکن ببینید که یعنی الله سبحانه و تعالی یعنی نام الله همه چیز میداند. چه چیز تو چیز تو اصلاح میکند، چه چیز توی فساد میکند، همه چیز الله سبحانه و تعالی چی میداند. یعنی همه چیز رب العالمین میداند. همین به وقتی که الله تعالی هم چیز روا ندید یعنی معناش غیر یگون خیر نیست، یگون خیر نیست. یعنی سبحان الله من یک خودش اصلش جزایری، خودش جزایری. یعنی این قصه های چی میگیم ما به کفایه، یعنی که آیت و حدیث کفایه، لیکن این قصه های میبریم تا که یعنی رسول صلی الله علیه و سلم حدیث جامع ترمذی ده به اسناد صحیح اومده که میگه که صلی الله علیه و سلم یعنی اللبیب نم الکیس من یعتبر بغیره، یعنی آدم عاقل دیگر به نگشته عبرت میگیرد، لیکن احمق چی؟ بلکه من خودم عبرت میشم دیگر رو. فهمید؟ عاقل یعنی ما دیگرای میبینیم عبرت گیریم آخر. یک اصل جزایری آدم کلان ساله شخص برفتگی وقتی حج بود، ما وقتی حجنده قسم فتوانده کار میکردیم موسم حجنده یک اصل جزایری، اصلش چی گفتیم یعنی جزایری نام اصلش نام گفتیم من به همین شخص یک جزایری اومده میگوید که سالهای قدیم میگوید جزایران وقتی که خیلی سختی بود میگوید احوال وزنین بود میگوید مجبور شدم کجا فرانسه روم میگوید فرانسه رفتم میگوید رفته میگوید کار کردم میگوید با کار مشغول شدم میگوید خیر دنیا یافتم میگوید پول کار کردم دنیا یافتم میگوید خونه ساختم عائله دار شدم میگوید 2 دختر دار شدم میگویدن به فکر کردم خلاص بهترین آدم خودم، یعنی خوشبختترین آدم خودم. همین خیلی روزها میگذرد، ماهها سالها میگذرد میگوید دخترها کلان شد میگوید یک روز میگوید خونه میشنیم که دخترم میگوید خیلی ما کن از دین دور آدم میگوید فرانسه مینه میگوید چی خیلی مثلا یعنی نه یک نماز های نه روزه های لیکن یک ناموسی مسلمانی ما های می‌دونیم که نام ما که ما های مسلمانیم، ناموس اسلامی ناموس مسلمانی هست. همین خیلی بود که میگوید یک روز دخترم میبیاد میگوید همراه خودش یک آدم یک مرده که گرفته میبیارد کریز دارد که این چیه؟ این عرف و عادتی بوده خیلی چه؟ این شخصی که با من عاشق شده من این کین این چین این یعنی ما مسلمان ها ما این عرف و عادت خیلی چیزی که هم نیست. این دختر بچه شرم حیا کجا شد المهم نمیشن میگود که الان میکنه چی نمیگود خلاص یعنی همین های گوشت خویگ و عرق و همه چیز و با های میگود دختر بیبراد برمین کردی سونه میگود نصیحت کردم قبل میزنم مادرش من کدا هیچ فایده ندارد سونه مجبور میگود زدم میگود دختر خودم فرزند خودم تربیه خودم. پلیس فهمید میگود این چیزه گرفت میگود من ترمه کردم سود کردن چی کردم 3 سال من ترمه کردم برای که دختر خودم تربیه کردم حق نداره تو دخترت تربیه کنی بین خلاص ترمنده میگود وای دخترم میگید یک بار اومده ایش نمیگود دختر خورده میامد بهم گم شد میگود خیلی بعد 3 سال برام اومدم میگود وقتی که برام میگود وای دخترم خلاص نصرانی شده رفته میگود فرزنددار شده شده همین خیلی بود که میگود مصیبت سرش دختری خورده وایم هم خیلی شده میگود وایم یکم خیلی نصرانی من مسیحی بیانی کفر بچ شده یعنی اومده گیس از بیچاره میگود من میگود همین خیلی چی کارم میگود یعنی میگود از اینه میگود
هم جزایر نمیگود یک کمبغل یک نم یک از گرسنه میمردن بهتر نبود میگود، یعنی بهتر نبود میگود چی معنی داره میگود دنیا های هم به انسان هیچ وقت یعنی دور اسلام دور کفر و بدل نمیکرد، هیچ ابدا. دایم الله سبحانه و تعالی یعنی چی الله میپرسد که الله هم به محتاج نکرده. نعم اگر حالت ضرورت اند یک وقت معین با آدم رفته برای دعوت برای تعلیم برای چی باشد، نعم، اما ابدی رفته یعنی جنسی های باید گفتم کار درست نیست. شخصی که به سبب مشکلی و مسافری ایمانش ضعیف شده است چطور ایمانش را زیاد کند؟ نعم یعنی ایمان معروف که ایمان نگاه اهل سنت و الجماعه یعنی چی گفتیم، یعنی ایمان یزید و ینقص، ایمان زاید میشد و کم میشد، ایمان بقوت میشد، ایمان ضعیف میشد. الله سبحانه و تعالی میگوید که رب العالمین میگوید که انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. یعنی علمین چیز ایمان زاید شویش به چی میشده است؟ به تلاوت قرآن، به تلاوت قرآن، به قرائت قرآن، یعنی آیت ها حدیث های رسول صلی الله علیه وسلم خواندن کردیم. همین به امام الآجری رحمه الله شریعنده و ابن بطه ایباننده و امام عبدالله ابن احمد کتاب سننده به اسناد صحیح از عمیر ابن حبیب رضی الله تعالی عنه روایت میکنن. عمیر ابن حبیب صحابی جلیل رضی الله تعالی عنه روایت میکنن که میگن که عمیر ابن حبیب گفتن که ما زیادت الایمان و نقصانه. عمیر ابن حبیب گفت که اذا ذکرنا الله و خشیناه و اطعناه فذلك زیادته و اذا نسیناه و غفلنا و عصینا فذلك نقصانه. یعنی میگوید که عمیر ابن حبیب یعنی وقتی که ما الله سبحانه و تعالی یاد باوریم، ذکر کردیم، اطاعت کردیم، همین که ایمان چی میشه؟ زاید میشه. و هر باری که الله سبحانه و تعالی آیات برآوریم، نسیان به غفلت به افتاده، گناهکاری که کردیم، یعنی این چی میشه؟ یعنی این نقصان ایمان میشه. حالا این یعنی مهم چیز نام یعنی باید که یعنی چیزی که ایمان به ایمان زاید شویش به سبب میشه بسیار یعنی مهمترینش این چیز چه؟ علم، طلب علم، به علم مشغول شدن. هم به الله سبحانه و تعالی چه گفت؟ انما یخشى الله من عباده العلماء. یعنی از الله میترسیدگی ها، یعنی یعنی این چی بده است؟ علماها، اهل علم. یعنی به علم که آدم خشیش، ترسش، ایمانش به علم چی میشه؟ یعنی زاید میشه. همین باید که دایم به علم مشغول شد برادران. سیمش برادرهایی که به سبب کار دنیا بعضی از سنت ها را ترک میکنند، مثل کوتاه کردن ریش و ایزار را از بدول پایان میکنند، چرا نفرت کردن؟ یعنی این چیز کار نادرست، همین کار چیه؟ نادرست. برای اینکه سنت رسول صلی الله علیه و آله و سلم این جنت. رسول صلی الله علیه و سلم میگوید که کل امتی يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال الذي أطاعني دخل الجنة والذي عصاني فقد أبى. یعنی همه امتی ما میگوید صلی الله علیه و سلم جنت میرن، فقط همونی که خودش نمیخواسته باشد. گفتن که کی نمیخواهد جنت رفتنه؟ گفتن که رسول صلی الله علیه و سلم میگوید که همونی که من به اطاعت کند و جنت میرد و همونی که عصیان کند و یعنی سنت من به عمل نکند و گویا که چی؟ سرکشی کرده از جنت. یعنی این کاری که تو سنت ترک کردن کرد یعنی جنت ترک میکنی. برای دنیاش سنت ترک کردی یعنی برای دنیاش جنت چیکار کردی؟ یعنی ترک کردی. برای چی ترک کردی؟ برای همین این برادرها باید که دایم نصیحت کنیم، بیان کنیم همین چیزایی که یعنی سنت رسول صلی الله علیه و آله نجات هم به سنت چی گفتن، یعنی از سنت گفتن سفینه نوح. این سنت رسول صلی الله علیه و سلم یعنی چی میشه؟ یعنی
نجات یعنی سنت رسول صلی الله علیه و سلم این کشتی نوح که همونایی که کشتی به در اومدن نجات یافتن، همونایی که کشتی سرکشی کردن غرق شدن. همین خیلی سنت به عمل کردگی ها نجات یافتن و سنت سرکشی کردگی ها چی میشن؟ یعنی حالشون وای میشد وای خواهیم. در امارات غیر دین ها بسیارند و مسلمان را از غیر مسلمان فرق کردن مشکل است. لا حول ولا قوة الا بالله. چه خیلی سلام دهم، اول سلام دهم یا اگر سلام دهند جواب دهم و سلام ندهند نه. لا حول ولا قوة الا بالله. سبحان الله سبحان الله. یعنی قدیمانده سبحان الله، یعنی وقتی که اهل اسلام اهل ایمان با قرآن و سنت عمل میکردن، سبحان الله، دیگرها خودش مسلمان ها با مانند میکنند. در زمان های قدیم وقتی که خاصتا یعنی وقتی که اسلام اندلس به نام یعنی اسلام سال 92 اندلس به در آمد تا سال 897 هجری اندلس یعنی امروز اسپانیا، پرتغال، جنوب فرانسه، همجا همش دولت اسلام بود. اون مسلمان ها 800 سال زایدتر چیکار کردن؟ 800 سال زاید حکمرانی کردن. دولت با قوت ترین، دولت خوشرو ترین، یعنی گفته چی باید یعنی سیویلیزاسیون اسلامی، مدنیت، علم، فرهنگ، یعنی این چیزهای چیه پهن کردن اندلس. تمام اروپا اومده فرزنداشون اندلس باورده نام میخوانوندن، یعنی تمام علم ها، انجینری، اقتصاد، طبیات و دیگر فنهای می آموزاندن. اومده یعنی چی میشدن؟ اسلام رو به خداشون قبول میکردن. حتی نصرانی هایی که بودن، یعنی همین به نام همین ایتالیا، روم، یعنی مرکز نصرانی ها که نصرانی ها همین چیزاشون، همین علم هاشون، یعنی امروز مثلا همین یعنی سردارهای نصارا، نصرانی های ملامت کرده میگفتن که این از متاسفانه ما امروز ها میبینیم که خلق ما نصرانی ها در همه کاراشون خداشون مسلمان ها به مانند میکنن. همه کارهاشون خداشون مسلمان ها مانند میکنن، در لباساشون، در خوردناشون، نوشیدناشون. حتی جوان نصرانی نم وقتی که همین محبوبش معشوقش دوست می‌دارد یعنی محبت پیدا کند وای بچی به زبان رومی نه به زبان عربی میگفت، یعنی اینی احبکی گفته، یعنی به زبان عربی میگفت. یعنی فهمید که یعنی چی بود؟ یعنی این برای که مدنیت و فرهنگ همش چی بود؟ مسلمان ها بود. یعنی فهمید همین خیلی یعنی چی دیگرها چیکار میکردن؟ اهل اسلام به عرب ها به تقلید میکردن. یعنی لیکن که امروز که از قرآن دور شده، از سنت دور شده، نکن مسلمان ها رفته و ها به چیه تقلید میکند. یعنی الله المستعان. علی کل یعنی آدم میفهمد، یعنی مادامی که یعنی دولت اسلام هم دولت اسلام اصل، یعنی مادامی که اون سیما علامت غیر دینی نم بیان نمیست، یعنی معروف که خریستیان ها باشد یا که مثلا باید بودیست یا یعنی چی باشد نباشد، یعنی اصل مسلمان باید به سلامتیت اگر سلام گید سلامش و علیکم السلام میگید با که ندارد. و در آخر یک نصیحت کنید استاد بارک الله فیکم در مسافره ها ایمان ها ضعیف شدن. یعنی عموما گفتیم که یعنی این چیز نعم باید که با آدم دایم ایمانش تعاهد کند، ایمانش دایم خبر گرفته است. نعم برای آنکه این گفتیم بهترین چیزی که انسان ایمانش زاید شوید به سبب میشد این چی بوده؟ یعنی طلب العلم هم باید که یعنی چی به علم مشغول شده. الحمدلله حاضر یعنی الحمدلله من یعنی الحمدلله الله سبحانه و تعالی خیلی که میگون که خیلی که شب ظلمات نشود آسمان از ستاره ها چه خالی نمیشد. همین خیلی الحمدلله جایی که باشد الحمدلله برادرها هستن اهل علم، مثلا بختیار خان مثلا
هم ابو محمد بختیار خان و دیگه برادرها مثل همینه که ابو موسی مولان بردی دیگه را آدم اینا یعنی یک طلب علم یعنی حرکت کرده جمع شویتون یعنی نام جمع شده یک علم آموختن نام برای آنکه نام معروف که اهل علم گفتن که آدم بدبخت همونه که علم بر او نمی بیارد و از همه بدبخت ترین که همونه که علم بیاد و از علم رو میگردوند. همین نباید که انسان علم به دایم یعنی حرکت کنه رفته یک چیز باشد که یک آیت یک حدیث یک مسئله فقهی تعلیم گرفتن. الحمدلله شما در نعمتنده که بیناتون هم خیلی برادرها هست هستن اینا یعنی استفاده گرفتن دیگر برادرها بحر دین مثلا اینا حرکت کرده یعنی